آقا شما گیمری؟ خیر گیمرم. چرا شیرینی؟ چون گوشت عوض کردی. این همون بود اسکولا. چرا؟ همون مهمونی همینه. همین بود. مهمونی همین بود. من که مهمونی نبودم. دیگه مهم نیست. مهمونی همین بود. شیرینی نگرفتم. آقا باید شیرینی بدی. آقا من اینجا خودم خواهم نزم باید. خوشحال و شاد و خندان. وایسا شاید پیش خودت فکر کنیم ما داریم چیکار میکنیم. ما داریم جایزه ها رو میبریم که بریم بین مردم ازشون سوالای چالشی گیمی بپرسیم. اگه باید بودن بهشون جایزه بدیم، اگه نه دیگه متاسفم براشون. خیلی خوب بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. ببین این 3 تاش برا تو، 4 تاش برا من، بقیه‌شون 10 تاست. 10 تا. خودمونه. آقا نه 4 تا من 4 تا تو 2 تا میدیم. 2 تا زیادشه، یه دونه به این بدیم. نه دیگه حالا بذار تو سیری میذاره پاش خوشگله. از چون داره ویدیو میگیره اشکال نداره. دورم پر کوسنه. 5 تا این وره. همه 5 تا این وره. سلام خسته. خوب هستین؟ یه سوال دارم. می‌خواستم ببینم شما گیمر هستین یا نه؟ بله. چه گیمی بازی می‌کنی؟ من والا رینبو سیکس. excuse me what the actual fuck you do؟ شما بازی نمی‌کنی؟ من الرینگ و دارک سولز. خب چالشمون این شکلیه که من به شما 5 تا لوگو نشون میدم. اگه تونستین 3 تاشو درست جواب بدین جایزه دارین. آماده این؟ خب اولین لوگومون ایر فامول 1 فامول نه فامول. یه راهنمایی میکنم گیمش جدیده. ایکس دیفنس؟ نه لوگوش ای اسپورته؟ نه با این اشتباه گفتیم. همه لوگوی راحت میگم. این یکی آسونه. اصلا اسمش رو لوگوشه. نمیدونی ندارم. اسمش ام. دوم؟ نه میگم نمیدونم چیزی ندارم. چی؟ نمیتونی؟ نه لوگو اینا لوگو قشنگ. خب میریم بعدی دیگه. اینو ندونین ها. چیز سایبرپانک. آفرین. اینم دیگه اگه قدیمی باشیم میدونیم. آفرین. خب یه دونه دیگه. ببین خیلی سخته. سیمز. آفرین. 3 تا جواب دادین. تونستی هر 3 تا رو جواب بدین. خب جایزتون هم اینه. یکیتون به یکیتون یه کوسن از دراگون شاپ بهتون میدیم و شرطش هم اینه که هم اینستای منو فالو بکنی هم اینستای دراگون شاپو. اوکی این با این قضیه؟ چی نصفش می‌کنی؟ کوسن رو نصف می‌کنم. مبارکتون باشه. بیشتر بازی بکنین مخصوصا ولورانت. سلام. خوب هستین؟ یه سوال دارم. گیمر هستین یا نه؟ نه. نیستین گیمر؟ شما چی؟ سلام. خوب هستین؟ یه سوال دارم. شما گیمرین یا نه؟ من گیمرم. چه گیمی بازی میکنید؟ همه چی. خب من یه چالش براتون دارم. بین 5 تا لوگویی که بهتون نشون میدم اگه تونستین 3 تاشو درست جواب بدین جایزه دارین. همش.
اوکی. بله. برو همشو خب میریم برای اولین لوگو. مودرن وارفار نه نیت فور اسپید. نیت فور اسپید ها نیت فور اسپید کامل بگو. کدومشه نیت فور اسپید MW. نه. اون حالت انیمه داشته فکر کنم نمیدونم. چه گیمی بازی میکنید؟ همه چی همه چی. اصلا اسمش روشه دیگه نوشته برات چیه. نیت فور خب نه دیگه کامل میشه. نیت فور اسپید MW. نیت فور اسپید مودرن وارفار موست وانتده. موست وانتد. میریم برای لوگوی دوم. استاد. اینو سختشو گفتم ها. چه گیمی بازی میکنید؟ همه چی. قلب این چیه وایسا یه چیزیه که طولانیه وایسا این یارو دایلایت نی نه یه دونه شانس دیگه دارین. نه آنچارتد چیه؟ نه آنچارتد خون نداره اصلا. یه چیز فیلم بازی ترسناکه. رزیدنت اویل هم که نمیتونه باشه. نه برو بعد. چی؟ نه بگو. دد بای دیلایت. نه اون نیست. همونو من گفتم. میریم بعدی. تا الان یه دونه درست جواب دادی. این گیم کیوته دیگه فکر کنم دیدینش. به قرآن یه دیدمش. وایسا این بازیه که میرن رو کوله هم دیگه است. نه اینم نمیدونم. اینم نمیدونه. یه گاداوار توشون گفت من اون گاداوار رو میدونم. این دیگه این چیزه فار کرای. آفرین. این دوتا درست. یه گاداوار هم بیار برم. آخرین دونه مونده ها. اگه اینو درست جواب بدیم برنده. ریزن 7؟ نه. نه گاداوار نیاورد دیدی؟ نه بازم نیدی. وایسا این میتونه دایلایت باشه ولی دایلایت؟ نه. چیه این؟ لستافاس هم که نیست. یه دونه دیگه بهتون نشون میدم. اونو دیگه درست بگین بهتون میدم. یه چیزی نشون بده بریم. متکم از ظاهر امام رضا. آمین بس. مرسی. آفرین. مرسی. آفرین. خب شرط این که بهتون جایزه رو بدم اینه که هم پیج منو فالو بکنین هم پیج دراگون شاپ. بعد پیج منم میذارین اگه کسی فیفا خواست بازی کنه بیاد دیگه جدی. تو ویدیو هستی دیگه. فیفا. دراگون شاپ که خب فالو بیارین الان که نداریم. مبارکتون باشه. دست شما دست شما. هولکو. اینو هم میخوام برم باشم. ایشالا بازی بیشتر بکنید. دیدی بلد نبودین خیلیاشو. ما فیفا بازی می‌کنیم. فیفا ریم الان بردم بالا تو اوپال کنم. مبارکتون باشه. زنده باشه. چاکر. سلام. خوب هستین؟ مرسی. شما گیمرین؟ بله. خب ببین من براتون یه چالش دارم. بهتون یه سری لوگو نشون میدم. اگه تونستی 3 تاشو درست حدس بزنی جایزه میگیری. باشه. قبوله؟ آماده ای؟ بله. خب اولین لوگومون فورتنایت. آفرین. دومی؟ نمیدونم. نمیدونی؟ شانس داری یا فکر بکنی؟ باشه. فورز نه نمیدونم. میریم بعدی. دیگه خیلی راحته. آفرین. تا الان 2 تا. مورتال کمبت. فری فایر. نه. نه پابجی نسخه دومش. نه. میریم بعدی. این دیگه خیلی راحته. نمیدونم. بازی دخترونه است یه جورایی. همه بهش میگن بازی دختره. نه نمیدونم. ولورانت کی بازی دخترونه است؟ چرا داره میگه ولورانت بازی دخترونه است؟ حالا چون شمایی یه شانس دیگه بهتون میدم. باشه؟ چون اینو گفتی. ولورانت. آفرین. خیلی خوب. شرط جایزتونی که اگه بخواین جایزتون رو بگیرید اینه که هم پیج منو باید فالو بکنی هم پیج اسپانسرمون دراگون شاپو. خیلی خوب. از اینکه فالو کردی مرسی. اینم جایزه شما از طرف دراگون شاپ. مبارکتون باشه. درست ازش استفاده بکن. مرسی زحمت کشید. خب بچه‌ها امروز اومدیم چند تا ویدیو چالشی گرفتیم بین مردم با اسپانسری دراگون شاپ که لطف کردن جایزه ها رو برامون تهیه کردن. اگه دوست دارید از این ویدیوها بیشتر ببینین لایک و ساب و فالو یادتون نره. راستی اگه دوست دارین داخل ویدیوهای من شرکت بکنین
پیج من یعنی بلا باکا رو حتما فالو بکنین و بهم پیام بدین که بیام از خود شما هم سوال بکنم و جایزه برنده بشین.